تا حالا به این فکر کردید که گوگل چطور تصمیم میگیره کدوم وبسایت رو توی سخی اول نشون بده و کدوم یکی رو بفرسته ته لیست؟ این سوالیه که امروز موفقیت یا شکست یک کسب و کار آنلاین به جوابش بستگی داره. توی این برنامه میخوایم با هم از این الگوریتم‌های مرموز رمزگشایی کنیم و ببینیم راز واقعی رسیدن به رتبه‌های بالا چیه. خب، این همون سوال 1,000,000 دلاریه مگه نه؟ اینکه چطور میشه رسید به رتبه 1 گوگل؟ چون اگه به اونجا برسی، مسیر کسب و کارتون کلاً زیر و رو میشه. ولی خب این فرایند رتبه‌بندی همیشه یه جورایی شبیه یه راز سر به مهر بوده. حالا بیایید با هم این قفل رو باز کنیم و ببینیم واقعاً چه منطقی پشت این سیستم پیچیده خوابیده. بسیار خوب. کلمه الگوریتم شاید یکم ترسناک به نظر بیاد، ولی در اصل خیلی ساده است. فکر کنید گوگل یک کتابخونه خیلی خیلی بزرگه با یک کتابدار فوق‌العاده باهوش. این کتابدار یعنی همون الگوریتم تمام کتاب‌های دنیا یعنی تمام صفحات وب رو خونده. حالا وقتی شما یه سوال ازش میپرسید، دقیقاً میدونه کدوم کتاب بهترین، کاملترین و مرتبط‌ترین جواب رو برای شما داره. و نکته جالب اینجاست که این کتابدار فوق هوشمند هیچ وقت از یاد گرفتن دست بر نمی‌داره. یعنی الگوریتم‌های گوگل یه فرمول ثابت و همیشگی نیستند. نه، اونها دائما دارن باهوشتر میشن، معیارهای خودشون رو عوض میکنن و سعی میکنن عمیق‌تر بفهمن که ما کاربرها واقعا دنبال چی هستیم. این شاید مهمترین نکته برای هر کسیه که با سئو سر و کار داره. چیزی که پارسال باعث میشد رتبه بگیرید، ممکنه امسال دیگه اصلا کار نکنه. به خاطر همینه که میگیم موفقیت تو سئو مثل یه مسابقه دو سرعت نیست که یه بار برنده بشی و تمام. بیشتر شبیه یه ماراتونه که باید دائم خودت رو با این تغییرات وفق بدی. اما با وجود تمام این پیچیدگی‌ها و آپدیت‌های همیشگی، هدف نهایی گوگل به شکل عجیبی ساده و ثابته. این هدف مثل یه ستاره قطبی برای تمام الگوریتماست و اونم چیزی نیست جز کمک کردن به کاربر. این جمله رو باید قاب کنید بزنید به دیوار، چون هر کاری که توی سئو انجام میدید، هر کلمه کلیدی که انتخاب میکنید، هر آپدیت فنی که روی سایتتون پیاده میکنید، همه و همش باید در خدمت همین هدف باشه. ببینید، اگه محتوای شما تهش به درد کاربر نخوره و بهش کمک نکنه، الگوریتم آخر سر شما رو نادیده میگیره، حتی اگه تمام تیک‌های دیگر رو هم زده باشید. خب، اون کتابدار هوشمند، یعنی همون الگوریتم، از کجا میفهمه یه صفحه مفیده یا نه؟ با بررسی صدها سیگنال یا سرنخ توی هر صفحه. این سیگنال ها به گوگل کمک میکنن تا کیفیت و ربط محتوای شما رو بسنجه. بیایید چند از مهمتریناشون رو با هم ببینیم. اولین و پایه‌ای ترین سیگنال کلمات کلیدی هستن. خیلی ساده. آیا کلماتی که کاربر توی گوگل سرچ میکنه توی صفحه شما هم وجود داره؟ این قدم اوله. اما فقط اینکه اون کلمات وجود داشته باشن کافی نیست. اینکه این کلمات کلیدی رو کجای صفحه میذارید هم برای گوگل خیلی خیلی مهمه. ببینید، گوگل دنبال سرنخ‌های واضحه. وقتی کلمه کلیدی رو توی عنوان صفحه میارید، انگار دارید تیتر اصلی روزنامه رو مینویسید. یعنی این مهمترین بخششه. توی توضیحات متا یه خلاصه مفید به گوگل میدید. وقتی توی پاراگراف‌ها ازش استفاده میکنید، نشون میدید که این موضوع قلب متن شماست. حتی توی اسم فایل عکس ها میتونید سرنخ‌های بیشتری به گوگل بدید. همه اینها با هم دارن به گوگل میگن هی، این صفحه دقیقاً در مورد همین موضوعه. ولی صبر کنید، سئو فقط کلمه کلیدی نیست، اصلاً و ابداً. گوگل به یه چیز دیگه هم فوق‌العاده اهمیت میده. تجربه کاربری. یعنی چی؟ یعنی سایت شما سریع لود میشه یا کاربر رو کلافه میکنه. روی موبایل درست و حسابی باز میشه، منوهاش سرراسته و راحت میشه توش چرخید. اینها دیگه فقط یه سری مسائل فنی نیستن، نه، اینها سیگنال های اعتمادن. یه سایت کند و گیج کننده از نظر گوگل یعنی یه سایت غیر قابل اعتماد که داره وقت کاربر رو تلف میکنه. و در نهایت میرسیم به مهمترین سیگنال ممکن، کیفیت خود محتوا. شما میتونید تمام کارهای فنی رو عالی انجام بدید، اما اگه محتوای شما عمیق، مفید، دقیق و از رقیباتون بهتر نباشه، در بلند مدت هیچ شانسی برای موندن توی رتبه‌های بالا ندارید. توی دنیای سئو هنوز هم محتوا پادشاهه. خب، گوگل تمام این سیگنال‌ها رو از میلیون‌ها صفحه توی وب جمع میکنه. از کلمات کلیدی بگیر تا سرعت سایت و کیفیت محتوا.
ولی آخرش چطوری تصمیم میگیره که صفحه شماره 1، 2 و 3 کدوما باشن؟ اینجاست که فرایند امتیازدهی و رتبه‌بندی وارد بازی میشه. ساده ترین راه برای فهمیدنش اینه الگوریتم بر اساس تمام اون سیگنال ها به هر صفحه یه جور امتیاز مرتبط بودن برای یه جستجوی خاص میده. صفحه‌ای که بالاترین امتیاز رو بیاره میره رتبه اول، بعدی میره رتبه دوم و همینطور تا آخر. و اینجاست که یه نکته حیاتی وجود داره که هیچ وقت نباید یادتون بره. این امتیازها و رتبه‌ها دائمی نیستن اصلاً. امروز ممکنه شما رتبه 1 باشید ولی فردا گوگل الگوریتمش رو آپدیت میکنه یا یه رقیب یه محتوای بهتر از شما منتشر میکنه و خیلی راحت ازتون جلو میزنه. میدان رقابت توی سئو هیچ وقت آروم و قرار نداره. با توجه به همه این حرفا، چکلیست نهایی ما برای موفقیت بلند مدت تو سئو چی میتونه باشه؟ بیایید یه بار دیگه نکات کلیدی رو که برای موندن تو این رقابت دائمی لازم داریم با هم مرور کنیم. اینها ستون‌های اصلی استراتژی شما هستن. محتوای عالی که واقعاً مشکل کاربر رو حل میکنه. استفاده هوشمندانه از کلمات کلیدی برای اینکه سیگنال درستی بفرستید. سرعت بالای سایت برای اینکه هم کاربر و هم گوگل بهتون اعتماد کنن. و در آخر ساختار فنی درست برای اینکه گوگل بهتر محتوای شما رو بفهمه. اگه روی این موارد مسلط بشید، توی مسیر درست موفقیت قرار گرفتید. در نهایت تمام این الگوریتم‌ها، سیگنال‌ها و تاکتیک‌های فنی پیچیده به همین یه سوال ساده و اساسی ختم میشن. همیشه از خودتون بپرسید آیا وبسایت من واقعاً برای کاربرها مفیده؟ اگه جوابتون به این سوال یه بله قاطع و صادقانه باشه، شما همین الان بزرگترین راز موفقیت در سئو رو کشف کردید.